14 yaşında. وی 14 سال است و این را به دله‌ها گفته است. با وجود این آنها او را فروختند، به او نشعه و بانک داده به تنفروشی مجبور کردند. همه‌اش از دوستی آغاز شد. تقریبا سال پیش دیناره با اویلش به یک گوشه دیگری بیشکک کوچید. در آنجا دختری او آلتینای با دخترانی از خود 10 سال کلانتر شناس شد. دختر به حامیان حقوق نقل کرده است که در جای نو احساسی تنهایی داشت. روز آلتینای از خانه فرار کرد. دخترم تنها ماند و با این دخترهای دوله شناس شد و یکی از آنها ایکا گویا گفته است من تو را تامین و نگاهبین میکنم. من شناسای میلیسا دارم، همه کار را برایت میکنم. همین طور او دختر را به خانه خود برد. پس از 5 یا 6 روز وی به دخترم گفته است تو 20,000 سوم قرض داری و باید برای برگردانیدن قرض کار کنی. او به فروش دختر شروع کرد. به نقل مادر آلتینای دختر او را در خانه زیر نظارت محافظ نگاهبین و با تهدید به تنفروشی مجبور کردند. نورس چند بار قصد فرار کرده است ولی دله‌ها برای سرکشی نکردن به او مجبوری نشعه دادند. پول را خودی آنها می گرفتند. او را به مشتریان گوناگون می فروختند. او میزوجان را هم زاری کرده گفته است که 14 ساله است. از آنها کمک خواسته است. والدان در جستجوی دختر به میلیسا مراجعت کردند. پس از چند ماه تصادفاً آلتینای را یافتند. وی از این همه خسته شده از کار سرکشی میکند و زیر ضرب و لط قرار میگیرد. وی به آنها گفته است که از آشیانه ششم خود را میپرتاید. جنجال کرده است. همسایه ها شنیده میلیسا را دعوت کردند. او را لطوکوب کرده به جگر و گردش زدند. با آمدن میلیسا ها دختران گریختند. وقتی دختری من همش را نقل کرد آنها را بازداشت نمودند. آلتینای از عائله سرفرزند است. مادرش نمیدانست که حق دارند وکیل دفاع بگیرند. بازداشت شده ها وکیل داشتند. عائله دختر تنها بعد یک مدت به حامیان حقوق مراجعت کردند و معلوم شد که قانون شکنی زیاد صورت گرفته است. این طور نیست که یک یا دو نفر به استثمار دختران نابالغ مشغول شوند. این کار یک گروه سازمان یافته است که محافظ و راننده خود را دارند. نشه جلاب دارند که مواد مخدر دسترس می کند. نفری هست که به جلب دختران و کسی دیگر به فروش آنها وابسته است. یعنی این به طور زنجیره‌ای صورت می‌گیرد. به تاکید نزدیکان آلتینای و حامیان حقوق دختر هنگام تشخیص در حالت بدی روانی و جسمانی قرار داشت. تاثیر مواد مخدر پررا نرفته بود. گمانبران گفتند که از سین آلتینای خبر نداشتند و پرونده آنها به ماده سبکتری وضع کرده شد. دیرتر پرونده به 2 بخش تقسیم شد و این به آنها امکان داد که از زندانی شدن خلاص شوند. یکی از دختران حالا در آزادی است. دادگاه او را 100,000 سوم جریمه کرد. چنین تصور می شود که دادگاه در مرافعه های جنایتی گناهکاران را بیشتر از کودکان جبر دیده حمایت می کند. وقتهای آخر در اکثر پرونده های جنایتی وابسته به استثمار شهوانی جنایتکاران یا با جریمه یا شرطاً آزاد می شوند. یعنی وقتی رسیده است که ما باید بانگ اضطراب زنیم. قرار دادگاه آلتینای را نگران کرد. بعد از اعلان حکم وی از خانه گریخت. والدان و میلیساها او را میکوبند. نورس به یاری روانی و پزشکی نیاز دارد. مواد مخدر به سرش آسیب رسانده است و او گرفتاری بیماری های ونریکی هم هست. نزدیکان و حامیان حقوق میترسند که جنایتکاران او را زودتر پیدا میکنند. چند بار خواست که خودکشی کند. من میخواهم که آنها را زندانی کنند. اگر آنها به آزادی برآیند میتوانند با کودکان دیگر هم عیناً مثل دختری من رفتار کنند. حالا بنیادی عزیز تلاش دارد تا به نفر دوم در قضیه آلتینای که در بازداشتگاه موقتی یا سیزو است جزای عادلانه داده شود. همچنین طلب دارند که شرکت‌داران دیگری این قضیه هم به جوابگری کشیده شوند.